سلام علیکم دوستان و هموطنان عزیز. دوستان عزیز، اولا این آمدی ماه شریف رمضان را برای هر یک و یک شما تبریک مبارک باد گفته و بگذار که تا سال آینده هممون تنسیت و خانه آباد باشیم و این ماهی پرفیض پربرکت را برای هر یک و یک شما باز یک بار دیگر تبریک مبارک باد میگوییم و ما به خلاصه اومدیم که در این سرشوی ماهی پرفیض یک ویدیو رولیک بهر شما پیشکش کنیم. حاضر ما در یک جایی تماشا میکنیم. رفتیم. السلام علیکم بابا جان. خوبی بابا جان؟ سازی ماه شریف رمضان مبارک شد بابا. مبارک شد. من رحمت کاری که دیگه گیریم. خیلی یا تا دیگه با عینه ما توفه بابا جان. رحمت کلو. بعد یک چیز دیگه بابا جان، برای مردم مسلمان چی تمنی داره در ماه شریف رمضان؟ تبریک روزه را تبریک میکنیم. زندگی تیز باشه، سوخ سلامت باشه، همه کس کرد. باز گشت گپ گو. زنده باشی بابا. آره درمان خدا باشه. سلام علیکم اکا جان. خوبی اکا؟ سازی ماه شریف رمضان مبارک شود اکا. توفه برای مردم مسلمان در ماه شریف رمضان چی تمنی داره اکا جان؟ همه آبادی سرخ همه مردم مسلمان وصیت کرده. زنده باشه. یک بار دیگه مبارک شود. السلام علیکم اکا جان. خوبی اکا؟ ماه شریف رمضان مبارک شود اکا. خدا تو نتعرض کنه. خدا اکا جان، برای مردم مسلمان چی تمنی داره در ماه شریف رمضان؟ خداوند کریم در ماه شریف رمضان خدا صبر و طاقت شانتیه. خداوند کریم همیشه سربلند باشه. زنده باشی. سلام علیکم اکا. ماه شریف رمضان مبارک. توفه اکا برای مردم مسلمان تمنیاتون هم میگفتین اکا؟ هیده ما یک دو سخنی نگ میکردید در ماه شریف رمضان برای مردم. این ایانوی ما برای شما توفه. همه در رمضان در تبریک شروع تا آخره بگیرم. زنده باشید. بیا کوی مرحمت. ایانوی ما برای شما توفه. اپاگان تمنیاتون برای مردم مسلمان، یک برای ماه شریف رمضان یک تمنیات میکرده برای مردم بسیار خوب میشه. برای مردم تاجیکستان عمری دراز، تنی صحت، رمضان با وقت خوش به تینجی گذرانند، به سال ماه دیگه خدا رسونشونه. زنده باشه اپا جان. یگان چی گفتنی هستی؟ سلامت باشه برای کار ما هلش. سلام علیکم اکا. ماه شریف رمضان مبارک اکا جان. برای مردم چی گفتنی در ماه شریف رمضان؟ برای مردم صحت سلامتی رمضان خرسندانه گذرانند ایده گذرانند خرسندانه دائما صحت سلامت باشه. زنده باشه اکا. اینو ما برای شما توفه. اکا جان بخشش وقتتون میگیرم با این گپتون ندارم. اکا سازی خوبی. اکا جان این با ماه شریف رمضان هر شما رو تبریک مبارک باد میگیم. برای مردم مسلمان اکا چی گفتنی اکا؟ نه اکتور ژورنالیست اکا. نه یوتیوب دا میرم اکا جان. برای مردم مسلمان، برای مردم روزادارای این کشور و بیرون از کشور چی گفتنی اکا؟ بخوام در ماه شریف رمضان کدام قرض داره خداوند یک قرض بروید. یکم دوم سلامتشون ناز باشد، دنیا تینج باشد، آرامی باشد. تا که دارم اجو گام میزنم محترم جناب بوله اون وقت سرور باشم. زنده باشه اکا. رحمان اکا باز یک گلگم برای شما شما داماد. رفتیم کوچه چی؟ السلام علیکم خاله جان. ماه شریف رمضان مبارک شود. بشمانی مبارک شود. زنده باشید. برای مردم مسلمان خاله جان تمنیاتون اگه میزدین در این ماه بزرگ برای برادرای غریب در شهر غریبی خداوند بزرگ میوبد برادران غریب ما را خدا، فرزندان ما را خداوند نگهبان باشه. دائم نمی در تاجیکستان ما صلح باشه. خدا آبادی باشه. خدا همه فرزندا خوشبخت باشه. خداوندی بزرگ. الله اکبر. زنده باشه خاله جان. دستاتون درد نکنه. سلامت باشه.
خولا جان یک دقیقه. السلام علیکم. ماه شریف رمضان مبارک شود خولا جان. برای مردم مسلمان تمنیاتون نگاه میزنه خولا. یک سخن نیک. خوشمد مبارکی ماه شریف رمضان. ما یک سال مقصد اجراد میکنیم برای ماه شریف رمضان. بزرگترین 12 ماه ده ماه بزرگترین ما رمضان است. خیر خداوند به همه خلق مسلمان رمضان ما را تنج به خیر به شادی مقصد به روز نماز و یاد خدا مقصد بچم. ما آرزو میکنیم که ای خداوند متعال که تاجیکستان ما را دنیا را فرزندای ما را غریب و مسافر همه را در پناه خودش نگهبان باشه. در این ماه شریف رمضان دعای ما را قبول بگردونه. خدا شما را برای اقبال کشایش بده بچم. هر کی جای باشه زنده باشه سربلند باشه. پرزیدنت ما را خداوند توفیق انصافشون بدن. مقصد یار و برادرشان یک دل یک زبان شوند دوست شوند. دنیای ما آباد شود تنجا. ما میخواهیم که دنیای ما تنجا آباد باشه بچم. همه مسلمانای ما مسجد و مدرسه و خانه خدا شده باشه که مقصد فیض و برکت دنیا و آبادی از دست خداوند. مسجد و مدرسه و نماز ای بچم. چنده ما نماز خوندیم خدا را یاد کنیم. خداوند ما را نمی پرت و خور نمی کند. خدا شما را نگهبان باشه در پناه الله. سلام علیکم خولا جان. اینای ما توفه برای ماه شریف رمضان. تمنیاتون میگه خولا برای مردم مسلمان. یک سخن نیک. همه در این دوره صحتی و سلامتی آرومی تمنا میکنم. فقط صحتی و سلامتی و آرومی. زنده باشه خولا جان. مبارک باشه ماه شریف رمضان. ماه شریف رمضان مبارک شود. اینای ما توفه برای مردم مسلمان چه تمنی داره؟ یک دو سخن نیک بسیار در کار نیست. خیر دور برای کارشون بوده سلامتشون بوده. زنده باشه اکا. مبارک باشه. سلام علیکم اکا. ماه شریف رمضان مبارک باشه اکا جان. برای مردم مسلمان یا تمنیاتون نگاه میزدن اکا؟ تمنیاتی من به مردم مسلمان همینه که در این ماه شریف رمضان روزه را از قلب گیرن. قلب تازه باشه، سر به سجده باشن به خداوند، به دولت، به فرزندا سلامتی. همه به همه نیکی‌ها تمنا دارم دادر جان. زنده باشه اکا. یا بار دیگه مبارک باشه. علیکم. خیلی خوبی. سلامتی خوب. اما ساز خوب. نوردین جان ماه شریف رمضان مبارک شود اکا. برای مردم مسلمان یک تمنی و تگاوزن. برای مردم مسلمان گفتنی هستیم که باز هم بر رمضان دیگر ما را برسونند. خداوند نگهبان همه ما شما باشه. زنده باشه. سلامت باشید. یا بار دیگه مبارک شود برادر عزیز ماه شریف رمضان. زنده باشید. سلام علیکم اکا جان. ماه شریف رمضان مبارک شود اکا. تمنیاتون برای مردم مسلمان یگان چیگاه میزدین؟ خوشبختی، صحت، سلامتی. زنده باشه اکا. السلام علیکم اکا جان. ماه شریف رمضان مبارک شود. تمنیاتون برای مردم مسلمان اکا جان. رحمت. یک دو سخن نیک میکرده در این ماه بزرگ. همه وقت خرسند باشن، سربلند باشن. چی بگم دیگه؟ زنده باشی. همه سخن بهتری نکردی اکا. سلامت باشی. السلام علیکم اکا جان. بخشش کنم ترک وقت نمیگیریم اکا. ماه شریف رمضان مبارک شود اکا جان. برای مردم مسلمان تمنیاتون نگاه میزدین اکا. در این ماه بزرگ یک دو سخن نیک میکردین. خیر ماه شریف رمضان در الهی نیک باشد. همه خوشی خرسندی باشد، آبادی باشد. زنده باشه اکا. یا بار دیگه مبارک. السلام علیکم خولا. این عینای ما برای ماه شریف رمضان با شما توفه خولا.
برای مردم مسلمان تمنیاتون گام میزدیم در این ماه بزرگ. یک دو سخن نیک. چی سخنی نیک؟ یک هم چی بگین آخی؟ چی بگین آخی؟ برای ماه شریف رمضان با مردم مسلمان چه آرزو داری؟ چی آرزو چی تمنیات داره؟ همه آرزو داره. چه آرزو داری؟ آرزو دارم چی؟ آرزو داری بفکرم فقط تیز به سعاده بروا. نه اولش ماه شریف رمضان ایده درجان. در پیش الله فقط روزا و نمازه. بهترین سخن آخی. یک دو سخن نیک بگین تمام. اگه گفتم بس ایده درجان. تمام سلامت باشه. رحمت زنده. السلام علیکم. علیکم ماه شریف رمضان مبارک شود. تمنیات شما اکای سوجون برای مردم مسلمان زنده باشید. تشکر. امیدوارم که مردم مسلمان این ماه بسیار هم صمیمانه قبول میکنن و کوشش میکنن که در همین ماه رمضان خیر صدقه‌شون زیاد کنن و کینه و قدرت عیدشون دور کنن. همین را امیدوارم ماه شریف رمضان به همه شما ماه مبارک باشه، با مردم مسلمان. زنده باشه آقا. یا بوریگه مبارک. زنده باشه. شما السلام علیکم خاله جان. ایرا بگیره خاله. اینو ما توفا نه رحمت باشه. برای ماه شریف رمضان ایرا بگیره توفا برای مردم مسلمان یک دو سخن نیک نه یک دعا کنه. ساق سلامت باشین، دنیا تنجی باشه، ارزانی باشه. الهی اینم حاجی شوین هم. الله اکبر. زنده باشی خاله. سلام علیکم. ماه شریف رمضان مبارک شود کجا. توفا او صدقه برای مردم مسلمان یک سخن نیک میکردن اکا ما در یکم چیز دیگر همین خاکی سخن بگم ای حاجی خرید نبودم آخه اکیش پدرکه میبری با یک همسایه در یک از توفاش میکنه. ماه شریف رمضان خوشی و خرسنده تطبیقات پروردگار وطن ما دویم خیلی تنجی آرومی بود. انا سری و پریز باشه و خداوند سردارای دولت نگهبان باشه، عدل انصاف در ازشون زیاده بگردن. زنده باشه. خدا نگهبان. سلام علیکم برادر جان. سلام علیکم. ماه شریف رمضان مبارک شود برادر. برای مردم مسلمان تمنیات شما. برای همه مردم مسلمان تاجیکستان این ماه شریف رمضان مبارک باشه. تمنیات ما. زنده باشه برادر جان. سلام علیکم اکا. ماه شریف رمضان مبارک شود اکا. اینو ما برای شما تحفه برای مردم مسلمان چه تمنی داره؟ روز ماه شریف رمضان مبارک باشه. زنده باشید. زنده باشید. السلام علیکم بابی جان. ماه شریف رمضان مبارک شود بابی. تمنیات شما برای مردم مسلمان چی گفتن است در این ماه بزرگ؟ این ماه یک بچه مکان گرمینم بزنم. یکم ماه شریف رمضان مبارک اکا جان. رحمت سلامت باشید. تمنیاتون برای مردم مسلمان یک دو سخن میکنه نداره. زنده باشید. سلام علیکم اکا جان. سلام علیکم. ماه شریف رمضان مبارک شود اکا جان. این ماه برای شما تحفه در این ماه بزرگ گیره اکا. تمنیات شما برای مردم مسلمان اکا. یک دو سخن نیک. تمنیات شما برای مردم مسلمان اکا جان چی است؟ سلامتی بهترین نعمت دنیا با ایمان بگن. زنده باشه اکا. خوبی اکا. الحمدلله. ما با شما تحفه اکا. در این ماه بزرگی شریف رمضان تمنیات شما برای مردم مسلمان چی است؟ سلامت باشه. سلامتی. زنده باشه اکا. السلام علیکم بابی جان. سوزی بابی جان خوبی؟ ماه شریف رمضان مبارک. ایما با شما توفا تمنیات شما برای مردم مسلمان ساعت سلامت بمونین تو رمضان دیگه. زنده باشه اکا. سلام علیکم اکا. برای ماه شریف رمضان تبریک. برای
مردم مسلمان یکم چی سخن میکردن که تمامی چی مبارک یک دو سخن یک دو سخن میکرد چی سخن کنم برای مردم مسلمان خدا پروردگار به همه ما شریف رمضان همه را به همه ما برسونه الله اکبر زنده باشه سلام علیکم خاله جون یا دقیقه ممکن ماه شریف رمضان مبارک شود ایمو به شما تحفه برای مردم مسلمان تمنیتون چیه برای ماه بزرگ برای ماه بزرگ میگم مردم خلق تاجیک که روزه و نماز بگیرن و تفریح باشن در راه خداوند باشن برای کارشان تیه سلامت باشه اپا مبارک شود ماه شریف رمضان مبارک خیلی تحفه ایمو به شما تحفه سلام علیکم سوال حاجی خوبی ماه شریف رمضان مبارک شود اما با شما تحفه در این ماه بزرگ برای مردم مسلمان چی تمنی دارید یک دو سخن میکردی چی تمنا کنم چی بگم خیلی در یک گپ هم نمیدونم خیلی خداوند در خانه هر یک مردم مسلمان فیض و برکت عطا کنه ناز و نعمت خداوند عیز زیاد شما کنه زنده باشید سلام علیکم خاله یک دقیقه ممکن شما را ماه شریف رمضان مبارک شود ایما با شما تحفه یک دو سخن برای برادرای مسلمان برای مردم مسلمان یک دو سخن میکردین یکم چی در کنم چیکار کنم در این ماه بزرگ چی تمنی داری با مردم مسلمان صحت سلامتی عمر دراز با برکت صلح و آسایشتگی گل شکوفت تاجیکستان ما زنده باشه سلامت باشید زنده باشی هم از سخن بهترین سلام علیکم خاله ایمو با شما توفه سمکه نکوی توفه همین خیر برای مردم مسلمان تمنیت شما همه گسودم که برکت یابد سلامتی یابد گودکو پیروی حرمت کند عزت کند آمین زنده باشه مبارک شود تبریک ایمو یک دو سخن برای مردم مسلمان بگفتی اپا خدا مرا برکت بده تنی صحت و بخشندی زنده باشه سلام علیکم اپا ماه شریف رمضان مبارک شود و تمامی شما برای مردم مسلمان این ایمو به شما توفه برای مردم مسلمان چی تمنی داره؟ تلویزیون نشان میتین نه اپا مردم ده میره تمنی دارم که به همش قوای خداوند قوا بتیه که رمضان خوب بگیرن ارزانی شوی اولین درجه سلام علیکم خاله جان ماه شریف رمضان مبارک شود این ما 20 سوم داده استیم شما دا نه برای همه ما هم کسی صدقه میگیره تمنیت شما برای مردم مسلمان یک دو چی بگم آخه بچه جون من هیچ چی همین خیلی ما آدم مسلمانم چی بگم همین خیلی بگه که ماه شریف رمضان خیلی ماه شریف رمضان خدا با برکت کنه با فیض کنه و دنیا رو امانی و تنجی کنه و ما بخیریم ارزانی کنه و برای ماه شریف رمضان نرخا رو بلند نکنه زنده باشه اپا سلام علیکم تقوی جون ماه شریف رمضان مبارک ایمو با شما تحفه برای مردم مسلمان تمنیاتون اگم بزدین که در ماه شریف رمضان چی تمنیات داره برای مردم مسلمان همه شخ مردم مسلمان انصاف توفیق بتیه و نرخا رو ارزان کنه زنده باشه